آشپزی ولی با 2 تا مهمون که یه دونش داداشمه و یه دونش فیلم برداره که الان داره ازم فیلم میگیره. 2 تاش دوستای بچگی هم دیگه. بچه‌ها کسافت ما داداش تو دوست بچگی هستم دیگه. نه برو. خب بچه‌ها امروز کلا اسپویل نمی‌کنم که قراره چیکار کنیم. ویدیو رو ببینید بچه‌ها. ولی این ویدیو یه مجازات موهات قبلش بهتر بود. ولی این ویدیو یه مجازات خیلی خفن داره که هر کی باخت اونو انجام میده. الفا تمام بسشه بچه شما علی به دوربین نشون بده. سلام کوکاتون علی هستم. امیدوارم با این ویدیو عشق کنید. بچه یه خبر خیلی خوب 2 تا مدل داریم. داشتم دیر کنم بایستی تایستو بهتون نشون بدم. بچه همه یه کار کنیم چون این نودل قرار زهر دلمون شه. خب نچسبیم تو این نودل قرار زهر دلمون شه 2 تاشو نسازیم. یه دونش که بعدش یه دونشو با چیز بخوریم. بعد ما اسپانسر شرکتمون الیت تبلیغ بزنیم تو پرو میشه. نه اسپانسرمون رو بیشون بهمون پول داده که تبلیغش کنیم. میگم باز نکنه رو باز میکنه. 2 تاش نمیتونیم سوسی کنیم. چرا میتونیم؟ 2 تاش حیفه. سوسیمون زیاده. 2 تاش اوکیه؟ آره. بچه بعد میریم یه چیز میخریم تا شام بخوریم واقعا. بعد میریم کنیم بعد آشپزی میکنیم. آره موسیقی فیلم گرفتم. شب ببندم تاله یک بار زرد نشسته. نه علی نظرت در مورد خونه چیه؟ بجای خونه کو حیفم واقعا. دست یک تا باشه نه؟ آن برو لحجه آن برو اینه. تا دیروز میگه فاکینگ هاچی امروز میگه برو والا. رفت رو دور تهران. چون فارسی واسه تهرانیه؟ آها یعنی لحجه ما اصلا فارسی نیست؟ لهجه ما؟ آره الان خیلی مشخصه. لهجه ما از پاکستان برداشتن. چنگال هم نیست. مردی بینو میاری یه داره. با یه بار مصرف پلاستیک نبیگا ما برا در نبیدا بیو داره چنگال دست چی میگه نی؟ بابا حالا یه چنگال 3 نفر اینجا نیا تو حالا بچه با لحجه خیلی واضحه. چرا پلاستیک فروشی پیدا کردم. نخور خب ما هم میخوایم. بگو یادم بخورم. بچه داخل دیگ بخوریم. بعد آخه دیگ بخوریم نه. تو دیگ بخوریم. آره. چنگال پیدا کردی تو؟ خب برو هم یه ظرفی بیارم یه دیگی بیاریم کاره چه نه؟ بابا خوی لخ بازی آفاش نمایه بدیم. خوی کارا چنم باید دستگیر اینجام خود تو با لباس میخوای بلندش کنی؟ نه اصلا بعدی حالمانش خرابه. ما میگیم که با هم دیگه بخوریم. آره. نمیسوزه. آخه چوبه. میسوزه. میتونی این بندازی بالا بعد بذاری زیرش. امتحان کنم. ناموسم تو هم کن. ناموسم تو. نیکنی ها. نخور خوش چه من جون. کم چه نه؟ گوشت من بای سیر نمیشه. شاید شما نتونیم بخوریم. بقیهشو خوب میخورم دیگه. چه خاطری حرف تا آخرش میخورم. ببینیم بابا نخوری خدو. تالا نون با سس خوردی؟ چه سوسی؟ الان هم زوره ایچ سری باش چقدر پلاچی. آجی همینه. بچه بریم. آجی اگه رئیس جمهور بودی اولین کاری که میکردی چی بود؟ چی؟ نمیفهمی. علی تو چی؟ وای! خیلی تند علی. علی هم سوال رندوم میگم.
چالشی بپرسم بیشترین درامری که داشتی یادم بیشتر درامت نداشتم بابام بیشتر پول وای زبونم کار نمی‌کنه گوشم درد نخور بخورش نخور نمیشه دوست داری با کی کلاب کنی؟ ایرانی؟ آره چی کاره باشه؟ تو چه حوزه؟ یوتیوب دیگه دختر یا پسر؟ تمام نشفه نگم ولی اگه دختر باشه آش دختر نیکی مجلسی اوی آجی ما گشنم برو گشنم علی مجازاتو به بچه ها بگو خب هر چقدر خواستی میتونی داغش کن آجی ما بوشیاری ها وقتی عید میشه مسافره نوروزیمون خیلی باحاله طرف با پیژامه شلوارک بعد شلواری که پیرمردی اسم چارتونا جوراب میکشن روش با دمپای آبی مجازات شما همینه با همین تیپ و استایل برید یه سوپرمارکت یه چیزی بخری خریدتون کنی حالا یه جای رندوم دیگه یک تا یک سال فکر میکنی تا یک سال دیگه یوتیوب چقدر سابسکرایب داره؟ بخوام از نظر شخصیتی بگم که مردم چقدر دوستم داشته باشن نه کلا مثلا چقدر زحمتی که خب بسته نمیشه خواهم ویدیو بزنم روز به خلونی بگم 40-50 حساب تا یک سال آینده آجی من گشنه بودم این دلشت دلم نیستم دلشت یه میکروفون گذاشته اینجا که چه؟ یادش رفته دلش بیاره تو گوه خوری گوه نخور زیاد نوشه جونه بچه من هستم دختر بامزه ناناس برای بچه یه سوال چه حسی دارین که انقدر من با شما صمیمیم من که با هیچ کس صمیمی نمیشم حرکت شما هیچ حسی یه هر رو میبینیش والا تو مامیم تو خونه ما هستی ما تو همون ما هستی حالا کوده سلومه توشه تو خونه ما زندگی میکنیم بفرمون بیرون بفرمون یعنی با قرآن فلفل کن میکنه تو چیشت کمی چیشت هم دیگه نمیدم ایلیا کات کن بایدی من فقط الان بعد دارم به فکر میکنم که بعدش چه بکنم بگوزیم نه تو دستشویی بریم هش میگیره یه آتیشی میاد بچه ایلیا میتونی از این ادیتار رو بذاری دهنمون رو باز کنیم توش آتیش بیاد 1 2 3 چه واسه عکس کاربر نگرفتیم دیگه خورد حالا داخل ویدیوی عکس کاوه حالا بسا دهنم باز کنیم ببینیم میتونه همین چیزش کنه علی مثل کوچی مینه پای میاری شیم تو فقط خراب کردی پیپر رو Fuck you motherfucker مادر باد برج خلیفه رو دیدی همون آره لباسم چه شد؟ لباس خوردنی شده بچه ها مجازات این ویدیو که من قراره با استایل خیلی 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 کرینج برم یه سوپرمارکت خیلی با کلاس توی اول ویدیو بعدیه یعنی ویدیو جدید که میاد این ویدیو رو میذاریم اولش که شما ببینید مرسی که تا آخر دیدین Hey, smile